چو می آوری رو به بالندگی، شکوه دهد آفرینندگی. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. باعث خوشبختی است که چند هفته اخیر، دقیقاً یک دو هفته اخیر، بر اثر تجلیلات شکوهمند نوروز باستانی، مهمانان زیادی از گوشه و کنار دنیا، از اروپا و از امریکا و از آسیا مهمان تاجیکستان عزیز شدند و در زمره این مهمانان ارجمند ما رئیس شورای تاجیکان بریتانیا جناب آقای فروتن کوهستانی هم تشریف آوردند و از تدارکات جشنی، از استقبالاتی که در زمینه جشن نوروز صورت گرفته است شاهدی اون بودند. همراهی کردند، هم نوایی کردند، همراهی تاجیک تباران، هم تباران، هم وطنان ما. پیش از همه خوش آمدید آقای کوهستانی به سرزمین نیاکان خودتان و یادآور میشم که آقای فروتن کوهستانی در بریتانیا مقیم لندن هستند، شهروندی لندن رو دارند و شورای تاجیکان بریتانیا را این مسئولیت را هم بر عهده دارند و پیش از همه حضور شما را گرامی می‌داریم، شما را شادباش میگوییم که به سرزمین ما تشریف آوردید و تشریف شما هم در این عرفه جشن نوروز و در این تدارکات و روند تدارکات نوروزی باعث افتخار ما هم است. زیاد صحبت‌ها هم کردید با گروه‌های گوناگون، با حوزه‌های گوناگون بودید، در اونجا مهمانی بودید، اون تدارکات مشاهده کردید، با چشم خودتان دیدید و از اینجا شروع میکنیم. آقای فروتن گرامی که شورایی که شما رهبری اون را بر عهده دارید چی اقدامات و چی برنامه‌ریزی ها انجام میدید، از اینجا شروع میکنیم، بعد صحبت رو حتما که دنبال میکنیم. بفرمایید. عرض و سلام و ادب خدمت شما و دستاندرکاران برنامه وزینتان. ما در نخست جشن نوروز به تمام تاجیکان جهان و به ویژه تاجیکان تاجیکستان و همتباران خود ما در افغانستان و سایر گرد گوشه جهان تبریک و خجستباد میگم. دقیقاً نظر به سوال و صحبتی که شما داشتین، ما از اکادمی علوم دیدن کردیم نظر به دعوتنامه‌ای که از آدرس شورای سیاسی تاجیکان فرستاده شده بود. ما هم عضو او شورا هستم و خودم قسمی که شما گفتین ریاست شورای تاجیکان بریتانیا را به عهده دارم. هدف از ایجاد شورای تاجیکان بریتانیا در انگلستان ایجاد روابط بین تمام نهادهای تاجیک در سراسر جهان می باشه. همچنان ما نظر به معلوماتی که شما دارین و تحولاتی که در جامعه ما صورت گرفت، تعدادی از همتباران ما مهاجر شدن و خارج از افغانستان زندگی میکنن. به خاطر ادامه حفظ هویت تاجیکانی ما خواستیم که نهادهای تاجیکانی را ایجاد کنیم تا تجارب و داشته های فرهنگی بزرگان ما را ما بتوانیم توسط همین نهاد تاجیکانه به نسل های بعدی تاجیک انتقال بدیم. قسمی که شما هم چنان شاهد هستین، ما یک ضرب المثل داریم، میگن که انسان زاده محیط است. زمانی که ما خارج از جامعه فرهنگی ما زندگی میکنیم، طبعا فرهنگ دیگی جاگزین فرهنگ اصلی و هویت ما میشه. بنان رسالت بزرگی بر ما باعث شد که ما شورایی را ایجاد کنیم تا ما بتانیم امو فرهنگ و داشته های فرهنگی خود به نسل های بعدی انتقال بدیم. به همین رابطه دوستان دیگی ما نهادهای بزرگتری را ایجاد کردند که خوشبختانه رئیس او نهاد جناب دکتر صاحب مسیر و جناب رضایی صاحب، اونا ما با هم نظر به امو دعوتنامه‌ای که اکادمی علوم فرستاده بود ما دعوت شدیم و
روابط دوستانی و یک سلسله پروتکل های را امضا کردیم که در آینده بتانیم روابط خود به شکل دوستانیش پیش ببریم. و برای ما واقعا جای یک خرسندی است که تانستم با تعدادی از شخصیت ها، استادها، پروفیسورها ما در بعضی حالات احساساتی هم می شدم. قسمی که امی حالا اسم از دانشمندای تاجیک گرفتم واقعا به خود می بالم که ما زمانی که از افغانستان بیرون شدیم یا نظام کنونی یا حاکمیت کنونی که در افغانستان است، احساس می کردم که جامعه تاجیک و فرهنگ تاجیک کاملا از بین رفت، به خصوص در جغرافیای افغانستان. ولی خوشبختانه صحبتایی که با دانشمندای تاجیکستان داشتیم، صحبتایی که در رابطه به جشن نوروزی از جناب عالی رهبر معظم تاجیکا امام علی رحمان شنیدیم، اینا واقعا برای ما یک افتخار بزرگ بود. به خصوص ما به خود بالیدم که ما اگر اونجا هویت ما زیر چکمه یک تعداد انسانهایی که در این قرن 21 به عقب برمیگردن قرار گرفته بود، امروز اینجا ما یک مدافع قوی هویت تبار و تاجیکانه خود ما داریم. واقعا ما به خود افتخار میکنم و میبالم که ما همچون یک رهبری را در جامعه تاجیکستان داریم. بنان ما با یک دستاورد قوی میتونم که ادامه فعالیت های تاجیکانه خود در بیرون از جامعه تاجیکستان و افغانستان داشته باشیم. تشکر زیاد آقای کوهستانی. اون انجمن یا که شورایی که داره، شورای تاجیکانی بریتانیا که شاملی مثلا هم تباران ما از گوشه و کنار در اونجا هستن و نفرایی که در اونجا هستن، از دکتر نجیب هم یادآور شد این مسیر که رئیسی همون انجمن انسجام تاجیکا در اروپا را بر عهده دارد، با اونا رابطه دارید. از حال هوای فرهنگی ما در اون محیط یک چند سخن بگویم، چون در اونجا شما حضور دارید. فرهنگی ما را چگونه استقبال میکنه و چگونه شورابینی ها و نشست ها و مثلا تدارکات جشنی میکنید که از اون چگونه استقبال میکنن؟ مثلا منظور من اون بریتانی ها هستن، ملیت ها و قومیت هایی که در اونجا هستن، چگونه استقبال میکنن از اون فرهنگی ما و چگونه با ما مناسبت دارن با همتباران ما؟ دقیقاً ما سال قبل از آدرس سفارت تاجیکستان دعوت شدم، یک جشنی را در ارتباط به جشن نوروز برگزار کرده بودند که با امو استقبال فراوان صورت گرفت و واقعا امو چیزی را که من اونجا دیده بودم، برای بار اول اونجا دیده بودم، در تالار بسیار مجلل برگزار شده بود که ما و سایر همتباران ما را به عنوان جامعه تاجیک دعوت کرده بودند. به شکل بسیار درستش استقبال شد و ما وعده سپردیم که سال قبل که ما خوشبختانه بگم اینجا آمدیم و نتونستیم که دوستان دیگه ما در رابطه با سوال شما با اونا مشترکانه این جشن برگزار کردن و به همین ترتیب نهادهای تاجیکی دیگی که داخل لندن نبودن، ما داخل لندن هستیم، اما نمایندگی و دوستان ما در لندن است. ولی دوستانی که خارج از لندن هستن این جشن به همین شکل که در تاجیکستان برگزار میشه با همون رسم رسوم تاجیکانیش با شیرخوانی و رقص و خوشی برگزار میکنن. طبعا جشن نوروز از دید بعضی از علما با تاسف حرام دانسته میشن و اینا ما نه ای که حرام نمیدانیم، بلکه به ما یک خوشی دست میده که طبیعتی که در زمستان میمرده باشه و کاملا برگ های درخت خشک می باشه دوباره زنده میشه، سبزه ها میرویه. به همون ترتیب ما احساس میکنیم که تمام درد و غم و رنج کنار گذاشته دوباره یک زندگی نو ما آغاز کنیم و کاملا بسیار یک جشن خوشی برگزار میشه و دوستان ما با شوق و علاقمندی، البته نه تنها در بریتانیا بلکه بعد از امی
سپردن نظام در افغانستان اکثر امتباران ما که در کشورهای دیگه مهاجر شدین، اینا با یک هماهنگی منسجم در تمام کشورها مانند کانادا، امریکا و ایران، ترکیه، امو کشورهایی که من به عنوان یک نهاد تاجیکانه با اونا در ارتباط هستم، این جشن سال نو با بسیار خوشی برگزار میکنن و ما واقعا به خود میبالیم که ما میدانیم. منظور من این است که مثلا بریتانیا، لندانی ها و نفرات اقلیت هایی که در اونجا هستند، ملیت هایی که در اونجا هستند، در این بزم ها و در این چهاربینی ها و تدارکات جشنی ما و که مثلا جشن های گوناگون هم بغیر از این مثلا سال روزی استاد رودکی را هم جشن میگیرید، اینا را هم جشن میگیرید. منظورم اون فرهنگ است. در استقبال همون فرهنگ هم شریکی میکنن با شما. منظورم اینه. دقیقاً هر آن آدرسی که ارتباط به هویت فرهنگ ما داشته باشه، نظر به همین سوالتان ما چندین نشستی را از قرقیزستانیا و ازبکستانیا اونا را ما دیدیم با همو رسم رسوم خودشان، با همو لباس مقبولی که داشتن و با همو غذاهای مقبول و با چیزی را که یعنی من اینجا دیدم هیچ نوع تفاوتی نیست. با همین نانای کلچک شما میگین و با همین قابلی ما میگیم و شما ایره آش گفتین که ما چند بار ایره نوشجان کردیم به استقبال دوستا در دانشگاه ملی و در اکادمی علوم. واقعا تمام امی مراسم مشترکانه و بسیار خوشی برگزار میشه در اونجا در اقلیت هایی که اونجا هستن، صاحب وطن هایی که هستن، از این جشن های ما البته که استقبال میکنن و نسبت به اون انجمن شما شورای مثلا تاجیکان چی نظر دارن؟ مثلا منظورم اون الیت های سیاسی بریتانیا و اون نفرایی که مثلا در سیاست و دولت کار میکنن، در بخش ها و بلوک فرهنگی و این چیزا کار میکنن، با اونا هم کاری چگونه است؟ بدون شک جامعه بریتانیا در ایجاد نهادهای خیریه که به خصوص جامعه شورای تاجیکان بریتانیا اینا بسیار علاقمندی خاص نشان میدن، چون که این فرهنگ یک فرهنگ بسیار بومی و یک فرهنگ انسان محور دیدن. واقعا ما زمانی که پروسیجر یا پروسه طی مراحل راجستریشن امی شورا را داشتم و قیدگیری دقیقاً با بسیار شوق و علاقمندی اونا راجسترش کردن و بدون کدام محدودیت ها. طبعا ما محدودیت های هر کشور در نظر میگیریم که فعالیت ها چگونه به انجام برسه و ادامه داشته باشه. اونا واقعا استقبال خود داشتن از این مسئله. ما واقعا از ای که امروز در حضور شما قرار دارم و تلویزیون وزین شما و امتباران تاجیک ما به نهایت خرسند هستم و به نهایت به خود میبالم که یک تاجیک هستم و به همین ترتیب این فرهنگ غنی را که با آمدنم در طول 13-14 روزی که اینجا در جامعه تاجیک بودم ایره ما بتانم به سایر امتباران خود به همون شکلی که واقعا من ایره عملا دیدم ایره گسترش بتم و با افتخار البته که این کار ما حتما انشالله میکنم. زنده باشید. یک بار دیگر یادآور میشم که جناب آقای فروتن کوهستانی رئیس شورای تاجیکانی بریتانیا در زمره نفران در فهرست نفرانی قرار داشت که طبق دستور رهبریت عالی کشور ما در حاشیه جشن نوروز و تدارکات جشنی و مخصوصاً برگزاری همایشی بین المللی علمی عملی تحت عنوان پژوهش در تاریخ و تمدن آریایی دعوت شده بودند. در اکادمی علم ها حضور داشتند، در محیط دانشگاهی ما رفتن، با دانشجوها و با هیئت پروفسوری دانشجوی آموزگاری هم ملاقات ها داشتن، از تدارکات تجهیزات جشنی از منطقه های گوناگون، نواحی گوناگون تاجیکستان دیدن کردن. باور دارم که با اون برداشت و تأثیرات نیکی باز برمیگردند و همون
اقدامات و تشبساتی که در زمینه گسترش و تقویت فرهنگ و تمدن اروپایی داشتن اون را حتما ادامه میدن، همکاری‌ها گسترش می‌یابند و ما می‌توانیم که در اون قاره در اروپا هم در دل اروپا که لندن از در اونجا هم تبارای ما با ابتکارات خودشان میتونن که یک حلقه وصل بین تاجیک تباران اینجا و اونجا برقرار کنند و بسیار بسیار خوش آمدید. تشکر. که زنده برنامه ما باشید. صفا آورده، یک لطف صحبت خوبی هم انجام دادید و البته صحبت ما صحبت جشنی بود و باور داریم که آقای فروتن حتما بارهای دیگر و بارها به این سرزمین نیاکان خودشان می آیند و صحبت‌های اختصاصی هم انجام خواهیم داد. پایان برنامه ما هست. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.